یک رسمی هست که بیشتر در بین شیعیان وجود داره، اون هم سالگرد و اون مراسم هایی که برای مرده ها میگیرن و هر سال این کارها رو تکرار میکنن، ولی متاسفانه خیلی از اینها در میان مردم تاجیکستان نیز تا الان وجود دارد و اون هم سوال بیننده هم در همین مورد است که گفتن که در مورد تعزیه که بعد از مرگ یک شخص مراسم 40 و یا سال میگیرن، آیا از نظر شرعی این مراسم ها جایگاهی دارد؟ سنت، بدعت، چه حکمی دارد؟ این مراسم، یعنی این که بگیم تعزیه هست، تعزیه نیست. اینو بهشون یک عذابی هست. بهتر از اینه که یعنی اسمشو بگذاریم تعزیه. تعزیه یعنی تسلی خاطر اون فردی که بازمانده هست، یکی فردی عزیزی از اون فوت کرده. اما این مراسم عذابی هستند برای این بازماندگان، یعنی به اندازه این مراسم سنگین هستند برای بازماندگان میت که غم از دست دادن اون عزیز خودشون رو کلا فراموش میکنن. مجبور هستند به خاطر حرف مردم، به خاطر اینکه مردم پشتشون رو حرف نزنن که فلانیا خیلی بدبخت بودند و بیچاره بودند، برای میت خودشون نظر و نیازی نکردند و خیراتی نکردند، به خاطر حرف مردم مجبور هستند که یک سری اعمالی رو انجام بدن که خلاف شرع هست و چه بسا که توانایی اون رو نداشته باشند. از نظر شرعی هیچ یک از این موارد در شرع اسلام وجود ندارند. تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت ما چیزی را به عنوان مراسم ختم، یا ختم قرآن باشه، یا مراسم تعزیت باشه، یا 3 روز باشه، پنجشنبه باشه، یعنی هفتگی باشه، یا 44 ماه باشه، در هیچ یکی از مذاهب اهل سنت و الجماعت، یعنی از بزرگان مذهب، چنین چیزی نقل نشده. نه اثری از کلام رسول الله دارد، نه از رفتار و سیره رسول الله، نه صحابه و نه ائمه و هیچ کدام چنین کاری رو انجام ندادند. این که ما مراسم میگیریم برای ختم قرآن، این غیر از این است که یک مراسم ایصال ثواب هست، غیر از این است که ما فکر میکنیم که یک نوع عبادتی رو انجام دادیم و ایصال ثوابی برای مرده هست. خب این عبادت و این ایصال ثواب یک راه شرعی هست. راه شرعی رو فقط خدا و رسول باید تعیین بکنند که این راه شرعی هست، شما با این راه میتونید به فلان مقصد برسید. من هر چند که عالم باشم، هر چند که مجتهد باشم، هر چند که متقی باشم، هر چند که به هر مقامی که برسم، من حق ندارم که سر سوزنی در شریعت اسلامی چیزی رو که در زمان رسول الله نبوده بدین اضافه بکنم، چون که من تشخیص دادم که این روش مناسب هست. تشخیص من یا امثال من یا هر کسی دیگر در این زمینه هیچ گونه اعتباری نداره. این یک بدعت هست که هیچ گونه اصلی رو نداره. این اعمال نه تنها ثواب ندارند بلکه گناه هم دارند، معصیت دارند، به خاطر زنده کردن یک بدعتی هست و خرافاتی هست که متاسفانه زنده شده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی در دین ما یک چیزی رو که در زمان ما نبوده، در اصل از جز دین نیست، در دین اضافه بکنند، اون مردود هست. همین کسانی که تبلیغ میکنند به 44 ماه و 3 روز و مراسم ختم، رسول الله صلی الله علیه و سلم چند نفر از دختران، تمام دخترانشون رو به استثناء حضرت فاطمه در حیات خودشون از دست دادند، فوت کردند. حضرت خدیجه فوت کرد، عموی رسول الله فوت کرد، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه و بسیاری دیگر از خویشاوندان رسول الله، از صحابه رسول الله، شهدای بدر و احد و بقیه شهدایی که بودند. آیا در تاریخ اسلام شما یک مورد سراغ دارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یک عزیزی ختم گرفته باشند، یا ابوبکر و عمر و عثمان و علی این کار کرده باشند؟ آیا شما سراغ دارید که امام بخاری و امام مسلم و نسائی و ابن ماجه جلسه ختم گرفته باشند، یا امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی؟ مطلقاً چنین چیزی وجود ندارد. و جالب این است که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تشددی رو که ائمه احناف داشتن در مورد مراسم مردگانی بیشتر از تمام مذاهب هست. یعنی در هیچ مذهبی از مذاهب چارگانه به اندازه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با این خرافات و بدعات در این زمینه مبارزه نشده. در حدی رسیده که فقهای احناف فتوا دادن غذایی رو که ساخته می شود به مناسبت 3 روز و 44 ماه این حرام هست، نباید بخورید. یک فتوای خیلی شدیدی هست، چه بسا که بسیاری دیگر این فتوا رو ندادن. اما متاسفانه می بینیم که این بدعت ها و این خرافات در میان احناف بیشتر از بقیه وجود دارند. زمانی که پیامبر ما انجام نداده، صحابه انجام ندادن، ائمه بزرگوار ما سخت‌ترین فتوا رو در این زمینه دارند که اینا حرام هست، نباید اصلا بخورید اینها رو. ما به پیروی از چه کسی این اعمال رو انجام میدهیم؟
اگر من عرض میکنم به تمام عزیزانی که پدر و مادرشان را دوست دارند، مرده خودشان را دوست دارند، اگر شما تا 100 سال که زنده هستید مراسم ختم بگیرید، مراسم 3 و 44 ماه بگیرید، اینا یک طرف باشه، در کنار این فقط شما در یک روزی فقط بعد از یک نمازی خودتون تنهایی دستها رو بلند بکنید و بگید پروردگار پدر و مادر مرا ببخش، مطمئن باشید که ثواب این از تمام اونها بیشتر هست و هیچ گناهی را انجام ندادید. این که شما برای مرده خودتون در واقع مراسم بگیرید، همین که گرفتی 3 روز و 44 ماه، شما یک بدعتی را انجام دادید و بدعت انجام دادن در دین اسلام حرام هست و به هیچ عنوان در واقع بزرگترین یعنی گناه و معصیت هست. در مراحلی که شیطان میخواد که انسان رو در واقع گمراه بکند، اول از همه شیطان یعنی مرحله‌ای که شیطان میخواد که انسان رو در دام این است که انسان را مشرک بکند و کافر بکند. یعنی شیطان سعی میکند که انسان را دچار شرک و کفر بکند. این بالاترین آرزوی شیطان هست. اگر از این مرحله رد شد، یعنی شیطان نتوانست که انسان را به کفر و شرک مبتلا بکند، دومین مرحله‌ای که شیطان سعی میکند که انسان را مبتلا بکند همین بدعت‌ها و خرافات هستند. ببینید چه اندازه سنگینه. این بدعت و خرافات به اندازه‌ای هست که شیطان بعد از شرک میخواد انسان رو مبتدع بکند، اهل بدعت بکند. به علت چی؟ علتش این است که این مبتدع یک چیزی را ابتدا کرده، بدعتی را ایجاد کردند، رسم و رواجی را خودشون اختراع کردند، زدن به نام دین و از این بدعتی که انجام میدند امید ثواب دارند، میگن که به مرده ما ثواب میرسد و این جزء شعائر دین است. این افراد با این انگیزه به هیچ عنوان این بدعت را رها نمیکنند. شیطان به هدف خودش رسیده، هدفش اینه در این بدعت ایجاد بشه. اون کسی که مشرک هست، اون کسی که کافر هست، اون کسی که فاسق هست، هر کاری رو انجام میده، هر لحظه امکان داره که پشیمان بشود و توبه بکند، چون که میداند این گناه است. اما این کسی که بدعتی رو انجام داده به گمان این که این بدعت من کار ثوابی هست و کار دینی رو من میکنم، این به هیچ عنوان در فکر توبه کردن هم نیست. یعنی بعد از شرک بزرگترین مهلکه‌ای که انسان در آن میافتد همین مهلکه بدعت گرایی هست. من امیدوار هستم که ما بیایم راههای شرعی را دنبال بکنیم. همین دعا کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وقتی که انسان از دنیا می رود اعمالش ختم می شوند و بهترین مورد او ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای پدر و مادر دعا بکند. تمام همین کسانی که امروزه نمیدونم جشن میگیرن، سال روز وفات میگیرن، 3 و 4 هفتگی و پنجشنبگی به قول برادران تاجیک و 44 ماه میگیرن، اینا شاید یک مرتبه هم برای پدر و مادرشون دعای خیر نکرده باشن. یک مرتبه شاید نگفتن پروردگار پدر ما را ببخش. لازم نیست که انسان عالم باشه، صوفی باشه، متقی باشه، درویش باشه تا اینکه دعا بکنه. فاسق ترین انسان، گناهکارترین انسان وقتی که دستها رو بلند بکند بگوید پروردگار پدر و مادر ما را ببخش، مطمئن باشید که این به ثواب اعمال و در واقع به پرونده اعمال پدر و مادر اضافه میشود. فاسق ترین انسان اگر برای پدر و مادرش دعا بکند، این دعای قبول شده ای هست، اجابت شده ای هست و این در میزان حسنات انشاءالله حتما ثبت خواهد شد. پس بنابراین بیایم اون راه شرعی را که رسول الله مشخص کرده اون راه را برویم و این مراسم تمام بدعت هستند، فقط به خاطر اشباع یک نوع غریزه هستند، یک حس هست که ما کمتر از دیگران نباشیم، یا یک گروهی از مردم میخواند که از این طریق ارتزاق بکنند، سوء استفاده بکنند به نام دین و به هیچ عنوان این مجال را برای شیطان و کسانی که دعوت به بدعت میدهند ما این مجال را باز نکنیم و انشاءالله این تمامی مراسم را جمع بکنیم و مطمئن باشید کسانی که در این راه پیشگام باشند و این بدعت را از بین ببرند، ثوابش همیشه برای مردگانشون انشاءالله جزو صدقات جاری قرار میگیرد.